مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصدم که راجع به موضوعات متفاوتی که شاید نیاز به کمی تفکر داشته باشه با شما صحبت بکنیم. مجلس شورای اسلامی، نهادهای نزدیک به سپاه و نهادهای نزدیک به رهبری ایران. بزرگترین مشکلی که مردم ما باش دست و پنجه نرم میکنن معضل بیکاریه و معضل مشکلات مالی دیگه. یعنی عملا مشکلات مالی و بیکاری مهمترین معضلیه که تو جامعه ما مردم دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. وقتی شما بیکار باشی مشکل مالی پیدا میکنی، وقتی مشکل مالی پیدا بکنی دچار فقر و بدبختی میشی و وقتی هم دچار فقر و بدبختی میشی از بالا تا پایین و فوش خواهر مادر میکشی، میگی ای بابا من توی کشوری زندگی میکنم که نفت داره، گاز داره، این همه منابع طبیعی داره، پسته داره، زعفران داره، خاویار داره، اما چرا من باید بیکاری و گشنگی و بدبختی بکشم؟ خب به دو روش میتونه در سیستم ایران مشکل فقر و بدبختی مردم برطرف بشه. یا یک شخص خصوصی یا افرادی که کارخونه دارن بیان توی اون شهر و اون محل زندگی اون افرادی که مشکل بیکاری دارن کارخونه‌های خصوصی بزنن که عموما با شرایط اقتصادی فعلی ایران فکر میکنم که کسی این کار انجام نمیده و عاقلانه نیستش که بخواد کارخونه بزنه. پس دولت باید بیاد و توی اون استان و اون شهر کارخونه بزنه که اشتغال ایجاد بکنه که اون آدم هایی که اعتراض دارن به سیستم فعلی در حال حاضر ایران مشکل بیکارشون حل بشه و اگرم برن سر کار پول در میارن و همه چیز حل میشه. خب برای اینکه بخواد یک کارخونه توسط دولت تأسیس بشه نیاز بر این هستش که بودجهش تامین بشه یا نیاز بر این هستش که قانونی براش تصویب بشه. خب دولت میاد چیکار میکنه؟ میاد یک طرح رو به مجلس میده. از اینجا به بعد وظیفه اون 290 تا نماینده مجلسی که بهتون گفتم که نقش کلیدی دارن و دقیقاً مجلس رو با طویل اشتباه گرفتن اینجا پررنگ میشه. نماینده مجلس میان و اون طرح رو از هیئت دولت میگیرن و میارن تو مجلس طرح رو تصویب میکنن و بعد از اینکه طرح تصویب شد از قوه مقننه که نماینده مجلس اون قانون رو تصویب میکنن، خب این قانون وقتی تصویب میشه بعد یه جوری اجرا بشه دیگه، یه کارخونه بعد در حال اجرایی بشه. از قوه مقننه که قانون تصویب میشه قانون به قوه مجریه ارسال میشه که رئیس اون کی هستش؟ رئیس جمهوره. رئیس قوه مجریه رئیس جمهوره. رئیس جمهور هم میاد برای اینکه بخواد این قانون اجرا بشه و عملی بشه میاد به وزارتخونه مربوطه خودش میده. حالا اگر مثلا اون کارخونه تو بعد صنعتی باشه میاد میدادش به وزیر صنعت معدن تجارت. از اون طرف وزیر مربوطه میاد ببینه که آقا لوکیشن و موقعیت جغرافیایی اون کارخونه باید کجا باشه. تو هر استانی که باشه، مثلا اگه استان خوزستان باشه، وزیر میاد به نماینده قوه مجریه خودش به اون استان این پروژه رو میده، میگه آقا این بعد تو این استان عملی بشه و انجام بشه که استاندار اون استان که توسط رئیس جمهور انتخاب میشه میاد و پروژه رو از وزیر مربوطه میگیره که انجام بده. حالا اگر تو این روند خلل یا اختلال ایجاد بشه کی وظیفه نظارت بر اون رو داره علاوه بر اون وزیر؟ نماینده مجلس. نماینده مجلسی که قانون تصویب میکنه نظارت رو هم بر عهده داره. ولی چه اتفاقی میافته؟ پروژه مثلا 10 میلیارد تومان برآورد شده، وزیر مربوطه 2 میلیارد تومان میذاره تو جیب مبارک میدادش به استاندار، استاندار هم 2 میلیارد میذاره تو جیب مبارک میدادش به پیمانکار، میگه که آقا من این پروژه رو به تو دادم و کلا دور هم دیگه همشون 1-2 میلیارد میخورن. نماینده مجلس هم میاد بازدید میکنه میبینه ای بابا یه کلنگ زدن و هیچ کاری انجام نشده، بعد نظارت بکنه دیگه، وظیفش نظارت بر قانون هم هست. یه 2 میلیارد هم به اون میدن، نماینده مجلس هم خفه میکنن، یه کلنگی میزنن و کارخونه افتتاح میشه و همون نارضایتی مردم اتفاق میافته. پس ما نگاه میکنیم که تو سیکلی که بیکاریه و تو سیکلی که بدبختیه و میبینیم که نماینده مجلس این وسط میتونه نقش کلیدی تعیین کننده داشته باشه. یه قانون تصویب میشه و بعد بهش نظارت بکنه. اگر قانونی که تصویب شده خوب اجرایی نشه میتونه وزیر رو خرش بگیره بیارتش تو مجلس، خشتکش رو پرچم بکنه، همونجا استیزاش بکنه،
بگه آقا قانونی که من تصویب کردم تو باید انجام بدی وگرنه استیضاح میشی. یا رئیس جمهور رو هم حتی اجازه داره بیاره تو مجلس و ازش بازخواست بکنه، حتی به مرحله رد صلاحیت برسونن رئیس جمهور رو. اما این کار رو انجام نمیدن چون توی مجلس رانتولابیه، چون توی مجلس شفافیت آرا وجود نداره. از اینجا به بعدش جالب میشه که چند وقتی هستش که توی مجلس دارن تلاش میکنن که شفافیت آرا صورت بگیره، که مشخص بشه آقا کدوم نماینده به کدوم طرح رأی داده. ولی ما میبینیم که این طرح میاد تو مجلس خیلی شیک و مجلسی رأی نمیاره. مجلسی ها 2 هفته پیش با یک فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند. حالا چرا طرح شفافیت آرا رو نماینده مجلس رد کردن؟ بخاطر اینکه خودشون میدونن تو کدوم طویله دارن قانون گذاری میکنن. و این صحبتی که الان میخوام براتون پخش بکنم صحبت بقال سر کوچه و اپوزیسیون تا خشتک مخالف جمهوری اسلامی و آدمی که گیره و مواجب بگیره اسرائیل و امریکا و عربستان باشه نیستا. این صحبتی که میخوام براتون پخش بکنم صحبت خود نماینده مجلسه که میگن آقا بعضی از نماینده مجلس از هم دیگه میپرسن طرح تصویب بکنیم یا نکنیم، میگه آقا تصویب بکنیم. یعنی کیلویی و گتره‌ای به طرح‌ها رأی میدن، بعد یه طرحی که خیلی به نفع مردم رأی نمیاره، بعد یه طرحی که به نفع یک جریان سیاسی خاصیه رأی میاره. بشنوید این صحبت نماینده مجلس. گاهی حتی از بغل دستش میپرسه 2 یا 4 موافق یا مخالف یا موافق، میگه حالا یه 4 بده بره. نماینده بدون علم رأی میده. چرا؟ چون در مقابل کیفیت و نوع رأیش کسی ازش سوال نمیکنه، مطالبه گری نیست. خدا شاهد وقتی یک مردم در بیرون منو میبینن میگن آقا شما اینقدر امضا میکنید اینقدر رأی میدید، من خجالت میکشم. یعنی عرق شرم بر پیشانه میشینه که چرا من یک نماینده اینقدر شهامت نداشته باشم که رأی رو خودم میام یه چیزی امضا میکنم. خدا رو شاهد بگیرم از اینجا تا الان هیچ طرحی رو بدونی که بخونم امضا نکردم. هر طرحی رو که امضا کردم محکم ایستادم رأی. خدا رو شاهد میگیرم. من چیزی رو میخونه آقا نماینده نمیخونه امضا میکنه، بعد میگه اصلا من نمیدونم چی بوده امضا کرد. آخه این که بابا این خلاف شأن ملت ایرانه. طرح اعاده اموال نامشروع 184 نفر امضا کردن به یک بهانه‌ای که تو مجلس یکی از همکاران ما گرفت و متاسفانه رئیس جلسه هم بدون توجه به این که اصلا این چی بود گفتن آقا بار مالی داره. من اینو آوردم همه ملت ایران بدونن. طرح مبارزه با فساد، این در راستای شفافیته و تو شفافیت بود، اعاده اموال نامشروع بود، علنی بودن محاکمه بود، یعنی بخشی از شفافیت در این طرح مبارزه با فساد بود. با 51 ماده تصویب شد. یه دفعه یکی از همکاران ما که اسمشون من نمیگم اعلام کرد آقا این بار مالیش دیده نشده. آقا بار مالی این در ماده 51 دقیق دیده شده بود. آقای رئیس جلسه بدون که از کمیسیون تخصصی بپرسه بود بله دولت هم میگه که بار مالیش دیده نشده، رأیگیری کردن این از دستور خارج کردن. آقا این نماینده صدا این اعاده اموال نامشروع توش بود، این رسیدگی به فساد بود، این شفافیت محاکم بود، این در واقع حمایت از افشا کنندگان فساد بود. اینو با یک بهانه‌ای که واقعا بهانه بیجا و بی‌مبنایی هم بود و دقیقاً عکس اون چیزی بود که اخطار داده شد ردش کردن، از دستور خارج کردن. معلوم نشد کیا امضا کرده بودن. 184 نفر امضا کرده بودن اعاده اموال نامشروع رو، بعد در اینجا با یک اخطار یه دفعه از دستور خارج کردن، کدام خلاف آیین‌نامه هم البته. متوجه شدید؟ گفتش که با یک اخطار این قانون از دستور کار کلا خارج شد. حالا خدا میدونه چند تا از این قوانین و طرح‌ها و لوایح تو مجلس به همین روش به صورت کلنگی از دسترس خارج شده. حالا صحبتی این یکی از نماینده مجلس هم بشنوید که این دیگه اوج فاجعه است که بیسوادی خود نماینده مجلس رو میرسونه. میگه که ما اگه یه طرحی رو بخوایم امضا بکنیم اگر به ضرر اون شهر و استانی باشه که ازش رأی آوردیم جواب مثبت بهش نمیدیم. بشنوید یه توضیحاتی دارم. مثلا من امروز تشخیص میدم که اگر این رأی مثبت دادم در حوزه انتخابی رأیمو زیاد میکنه، ولی در حوزه ملی به ضرر ملی هست، بعضا میرم به سمت رأیی که حوزه انتخابی هم بگن آقا این آدم خوبیه اینجوری رأی داده. حالا اینجا میخوام بهتون اثبات بکنم بیسوادی همین نماینده مجلس رو. البته شاید یه قسمتی حق داشته باشه بگی که آره خب من توی اون شهر رأی آوردم، اگر این قانون تصویب بشه به ضرر اون شهره، اما شما باید به عنوان نماینده مجلس
وظایف نماینده مجلس رو بدونید. حالا من روی تصویرشون وظیفه نماینده مجلس رو میگم، حالا اینا نمیدونن، اینا گتره‌ای شدن نماینده مجلس، بدونن مردم بدونن. گفته شده که نمایندگی منصبی است که از طریق انتخابات و رأی مردم فعلیت می‌یابد. بر اساس قانون نمایندگی مقام ملی است و نه محدود به حوزه انتخابیه. نمایندگان در قالب مجلس شورای اسلامی کار گروهی انجام میدهند نه فردی. یعنی چی؟ یعنی آقای نماینده شما یه کار گروهی انجام میدی نه فردی که حالا به ضرر اون محله باشه. اگر یه قانونی تصویب بشه که به نفع کل مردم ایران باشه، میان و اون قانون رو تصویب میکنن. بعد از اون طرف جالبه، یک دیگه از نماینده مجلس میاد میگه که اگر شفافیت آرا صورت بگیره، مثلا یه وزیر توی مجلس میخواد رأی اعتماد بگیره، ما بهش رأی اعتماد ندیم، فردا روز اگه اون شخص وزیر بشه به اون حوزه انتخابی که ما ازش رأی آوردیم نمیرسه و نمیاد مثلا سرک بکشه. یعنی من اگه به جای نماینده مجلس باشم میگم آقا به جای تو بعد ما یه شلغم بفرستیم تو مجلس. چرا شلغم؟ چون بعد امثال نماینده مثل تو جوری در مجلس رفتار بکنن که اون وزیر حساب ببره و اگر کاری انجام نداد شما تهدید به استیضاح بکنید، چون وظیفه‌شو نمیتونه انجام بده. بشنوید این صحبت آقای کاتب رو. وزیری بفهمد که نماینده به ایشون رأی مخالف داده، یا بفهمد که موافق همینجا همین اول بسم الله دلیلی که اون زمان این رأی رو دادن بخواد یعنی چی؟ یعنی وزیر گفته چون این نماینده رأی مخالف من داده به روستا و شهرش نمیرسن، این وزیر از وزارت اتفاقا همین نماینده شجاعت نداره به همچین وزیر رأی میده. دیگه صحبت دو تا از نماینده مجلس رو پشت سر هم گذاشتیم. ببینید که تو مجلس چجور از وزیرها حساب میبرن. نماینده مجلسی که حق داره یه وزیری که اگر به وظیفه خودش عمل نکنه رو استیضاح بکنه، از اون وزیر هم میترسه. شما ببینید پایان ماجرا چیه. و این مجلس بیشتر شبیه طویل است و یه سری شلقم و سیب زمینی بیرگ اونجا، چون اگر وظیفه خودشونو بدونن متوجه میشن که قدرت اونها از رئیس جمهور و وزیر هم بیشتره، اما اونها فقط به فکر گروکشی و قدرت طلبی برای خودشونن نه مردم. وگرنه وزیری، رئیس جمهوری، کسی خطایی بکنه میتونن بیانش تو مجلس بازخواستش بکنن طبق قانون، نه گروکشی سیاسی. از اون طرف وقتی ما نگاه میکنیم رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلسمون برای اینکه بخواد بیاد قضیه رو ماسمالی بکنه و این جریان شفافیت آرا رو بخواد یه جوری روش سرپوش بذاره، میگه تو کشورهای دیگه اصلا شفافیت آرا صورت نمیگیره. تو اروپا و امریکا و سایر کشورها بیشتر میان رأی احزاب رو نشون میدن. اگر میبینیم در بعضی کشورها رأی شفاف اعلام کنن، معمولا رأی احزاب هستن که اونها اعلام میکنن که مثلا حزب کارگر این رأی رو میده، حزب محافظه‌کار این رأی رو میده. اما در ایران واقعا این موضوع وجود نداره. حالا برای اینکه بخوام یه مقداری اطلاعات عمومی نماینده مجلس رو بالا ببریم و همین آقای نماینده مجلسی که این صحبت‌ها رو کرده، من یک چند تا مثال روی تصویر براتون میزنم قشنگ براتون جا بیفته که تو کشورهای دیگه چجوری شفافیت صورت میگیره. یه سرچ ساده هم بکنید راه دوری نمیره. به عنوان مثال در کشور برزیل علاوه بر نمایندگان، درآمد آنان، هزینه تشریفات و حتی درآمد فرزندان آنها برای شهروندان برزیلی قابل دریافت. در کانادا به صورت آنلاین رأی نمایندگان به طرح‌ها لوایح مختلف و حتی سابقه رأی آنان به نمایش در میاد. اگر روی تصویر سمت راست ببینید نوشته شده. در امریکا علاوه بر درآمد و رأی نمایندگان کنگره، سابقه سخنرانی آنان در تمام کمیسیون ها و صحن کنگره به صورت کامل قابل دریافت. حالا جلوتر چند تا از این سایت‌هاش رو هم به شما نشون میدیم. در پارلمان اروپا نمایندگان موظفن حتی جزئیات هدایای اهدا شده به خودشون رو هم علنی بکنن، یه هدیه بهشون دادن بعد بیان توضیح بدن. در کشور هندوستان یک شبکه تلویزیونی به نام لوکساب ها اگر اشتباه نخونده باشم مستقل به پخش جلسات و اعلام تمامی جزئیات از جمله رأی نمایندگان اختصاص یافته است.
حتی کشور مالزی از سال 2013 از طریق شبکه ملی خودش چنین رویه‌ای رو که شفافیت آراست در پیش گرفته. در کنیا هم از سال 2008 و از طریق شبکه‌ای به نام KBC جزئیات تصمیمات نمایندگان به صورت زنده به اطلاع مردم میرسه. در بریتانیا هم شبکه تلویزیونی BBC از طریق یک شبکه جداگانه متولی اطلاع رسانی تصمیمات مجالس ملی و محلی به مردم که به اسم BBC پارلمان هم معروفه. به این لیست میتونیم نام کشورهای همچون عراق، ترکیه و حتی کشورهای افریقای همچون مالی رو هم اضافه بکنیم. یعنی یک کشوری مثل مالی هم شفافیت آرا درونش صورت میگیره، اما تو ایران وقتی میگی شفافیت آرا میگن کی کجا کی من. چرا؟ چون نمیخوان مردم بفهمن که اینها موضع‌گیری‌های سیاسیشون چیه. حالا یک مثال از کشور امریکا به شما نشون میدیم که چگونه شفافیت آرا درون این کشور صورت میگیره. یه سایتی هست به اسم ووت سمارت، سایت های سگانه، آی اسپای. چند صد نفر خودجوش این سایت رو ایجاد کردن. میزنی اینتر، اینجا نوشته وارد کن نام نمایندتو یا کدشو یا کد پستی خودتو. تو بگی من میفهمم، مثلا بزن چه میدونم مشهد، من بهت میگم نمایندت کیه. بیوگرافیشو ببین چیه، کجا درس خونده، کی بوده، مدرک دانشگاهیش، عکس مدرک دانشگاهیش، نمره هاش بعضن، ووت چه رأیایی داده، مثبت منفی، تو کمیسیون یا صحنه علنی، مخالف یا موافق، همه چی رو دایره، پوزیشن، موضعی گیری هاش. این خیلی مهمه. آقا در مورد رابطه با ایران موضع این آدم چیه؟ نمیتونی در بری، خبرنگار میاد بهت میگه بگو آره یا نه. اسپیش چه حرفایی زده. فاندینگ هم میشه چی؟ منابع مالیش. این چقدر پول در میاره، پولاش از کجا در، انتخاباتش از کجا گرفته. تمام نماینده آمریکا هم توش عضوه، چون میترسن عضو نباشن ملت میگن این دزده. آقای باراک اوباما دموکرات در مقابل میت رامنی جمهوری خواه درآمدش بیشترین پول رو بهش به اوباما کی داده؟ یونیورسیتی آف کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا پول خرج اوباما کرد. این تحلیل نداره. بعدن رئیس اون دانشگاه عوض بشه نشه به شما تحلیل نمیده. بعدیش چی بوده؟ مایکروسافت پول داده اوباما بشه رئیس جمهور. میت رامنی جمهوری خواه کی داده؟ ستای اول بانکن و بنگاهی سرمایه گذاری هن. دانشگاهی ها به اوباما چی بودن؟ نزدیکتر بودن. کیا بیشترین پول رو خرج کردن؟ جنرال الکتریک، یه شرکته. جنرال الکتریک 71 نماینده داره توی مجلس. یعنی از 71 کسایی که حمایت کردن 71 شدن چی نماینده؟ 28 تا دموکرات، 42 تا هم چی؟ جمهوری خواه. اینقدر برای دموکرات‌ها خرج کرده، اینقدر برای جمهوری خواه. بگیر بیاد پایین، همه چه مایکروسافت، نمیدونم چی همینطوری، اپل، اینا، بانک آف امریکا، بانک آمریکا. تحلیل رو من داره میده بابا. شفافیت یعنی این. ما جوک این چیزی که تو مملکت ماست. یه پی دی اف پرتت میکنه، رادیو بشین گوش کن. متوجه شدید؟ به این میگن شفافیت. بعد نماینده مجلس میان میگه آره اگر شفافیت آرا صورت بگیره، اون حزب و اون جریان سیاسی که اسم منو گذاشته تو لیست، فردا روز اگه بفهمه من یک رأی موافق یا مخالف به یک جریان خاصی دادم، منو از تو لیست خودش در میاره. ببینید نمایندگانی که در داخل مجلس با شفافیت مخالفن چند گروه هست. یه گروه میگن که اون حزب و گروهی که بیرون ما رو تو لیست گذاشته فرستاده، اگر به حرف اونا گوش نکنید دفعه بعد میان به خاطر نمیخوان. حالا کجاش تعجب برانگیزه؟ اونجاییش که ما مردم، نه هممونا، یه مقدار خیلی کمیمون مثل گاو میریم به یه لیستی رای میدیم، تحقیق هم نمی کنیم. بعد از اون طرف اون لیست رای میاره، بعد میرن تو مجلس گروکشی سیاسی خودشونه. اصلا مطالبات ما مردم کجاست؟ نماینده ها چیکار میکنن؟ همون فرصت طلبی. همکاراتون از دستون ناراحت نمیشن؟ خب بشن، مگر فوق غیر اینه؟ من همین کمپین شفافیت رو اندازی کردم، رای CFT رو اعلام کردم که اینا مخالف بودن اینا موافق. یه سری همکارا من گفتن که فاتحه دور بعد هیئت رئیسه رو بخون. گفتم ما تو مجلس هیئت رئیسه بشیم. مثل اون آخوند فوکل کرواتی که میاد میگه به تمامی افراد هر دو فهرست بعد رای میدیم. تهش میشه چی؟ تهش میشه اینکه خودشون گروکشی سیاسی خودشونو میکنن، نه نظارت درستی دارن، نه قانون درستی تصویب میکنن. هر روز هم تو ایران ما میبینیم که همه چیز گرون میشه، ارزون هم نمیشه.
اگر ما نمایندگان مجلس درستی داشتیم میرفت خشتک اون رئیس جمهور رو پرچم میکرد اون بالا، میگفت بیا ببینم جریان چیه، اون وزیر اقتصاد داره چه غلطی میکنه، اون رئیس بانک مرکزی داره چیکار میکنه که هر روز داره اختلاس صورت میگیره تو بانک‌ها. ولی وقتی میبینیم خود نماینده مجلس هم میگه داده شیتیل ما رو میبده، من واقعا سوال دارم اگه مردم، اگر شما با اون خامنه ایشو نمیدونم به اون سپاهش مشکل داری و با این نماینده مجلسش مشکل داری، پس چرا میری رأی میدی اگر میگی که آقا مشکل از اون بالایی و مشکل از سپاه؟ ولی اگر میری رأی میدی و تو این کشور خارجی ما نگاه میکنیم میبینیم صف رأی تا 3 کیلومتر اونورتره، بعد همون آدما میری میشینی مثلا تو مهمونیاشون تو خارج از کشور شروع میکنن بالا تا پایین نظام فحش دادن، بعد بهش میگی چرا رفتی رأی دادی؟ میگه آره داداشم از تو ایران زنگ زد گفت مثلا به فلان جریان سیاسی رأی بده. ما هم چی میدونستیم جریان سیاسی چیه، رفتیم زرتی به اون رأی دادیم، تهش شد چی؟ تهش شدیم که فلان رئیس جمهور فلان نماینده مجلس اومدن توی مجلس. کلا ما مردم در صف و با صفایی هستیم، اینجوری بگم کلا آدم‌های با صفایی هستیم دیگه، کلا به هیچ صفی نه نمیگیم. سلام آقا، میشه بگین صف چیه؟ این صف آزمایشیه، هنوز برای مصرف خاصی طراحی نشده. میگم بستگی به مردم داره، استقبال مردم داره. عرضم به خدمت شما باید مسئولین تصمیم بگیرن که این صف چه صفی باشه. در مجموع صحبت پایانی این هستش که شما اگر با سیستم مشکل داری نرو رأی بده، ولی اگر با سیستم مشکل نداری و رأی میدی باید مطالبه گر از همین نماینده مجلس باشیم. اگر مجلس خوب عمل بکنه، قانون درستی تصویب بکنه، نظارت روی اون قانونش انجام بده، مشکل فقر و بیکاری باور بکنید ریشه کن میشه، اختلاسی صورت نمیگیره. چرا؟ چون اون نماینده مجلس میتونه وزیر و رئیس جمهور و انواع اقسام آدم‌هایی که در اون کشور مسئولن رو بیاره تو مجلس و ازشون بازخواست بکنه، ولی همشون به فکر گروکشی‌های سیاسی خودشونن، چون از یک حزب و جریان خاصی رأی گرفتن و آمدن تو مجلس و باید زیر پرچم اون حزب و جریان سیاسیشون باشن و به فکر مردم نیستن. مرسی که تا این لحظه با برنامه پشت پرده همراه بودید. کامنت بذارید، نظر بذارید و خوشحال میشیم که نظرات شما رو هم دریافت کنیم.